سلام بچه، من اومدم بهتون یاد بدم چطور موشک بسازید. اول یه بلاک میگیرید و این شکلی میذارید. نه واسه این شکلی بلاکتون رو باید این شکلی بذارید که بین هر کدومش 2 3 4 5 فاصله باشه. این تا این 5 اونم تا این 5. بعد روشون هر بلاکی که خواستید بعد روشون اسلایم میذارید. اسلایم ها رو 2 تا میاد جلو، از هر کدوم 2 تا میاد جلو، 2 تا که اومدید جلو. بعد یه ردیف هم میرید بالا. بعد میاید اینجا رو یه رد ابزرور میذارید. بعدش هم از این پیستونا میذارید. بعد حالا این شکلی تا 3 تا بلاک میارید بالا اینو و نوکش هم هر بلاکی دوست داشتید میذارید. بعد میایید از این ابزرورا میگیرید. آها بعد پیستون میذارید. بعد میایید این ور دوباره این ورم ابزرور میذارید. ابزرور که گذاشتید به همین راحت حالا تموم شد. حالا فقط اگه ما بیایم زیرش رو فندک بزنیم اون وسط رو این موشک رو به هوا میگیره. تا آموزش بعدی خداحافظ صبر کنید و خداحافظ. آموزش